سلام دوستای خوبم، خیلی خوش اومدید به قسمت 11 از دوره آموزش جاوا اسکریپت کانال نیکل وب. امروز میخوایم با همدیگه توی قسمت 11 دو تا متد یا دو تا ویژگی جدید از دام رو بررسی کنیم. متد اینر تکست و در واقع تکست کانتنت که ما راجع به اینر تکست در جلسه اول، البته در جلسه مقدماتی بگیم درسته، در جلسه مقدمه یا همون جلسه مقدماتی راجع به صحبت کردیم و تفاوتش رو با اینر HTML گفتیم که در پرانتز اگر خیلی سریع بخوام بهتون بگم، ما با استفاده از اینر تکست میتونیم اون محتوای تگ رو برگردونیم، اما اگر محتوای تگ شما شامل کد در واقع HTML بشه، اون کد براتون به عنوان یک تکست برگردونده خواهد شد. ولی در واقع استفاده زمانی که شما دارید از اینر HTML استفاده میکنید، این قابلیت رو به شما میده که اگر کد HTML دارید اون رو میاد و شناسایی میکنه و تشخیص میده که اون کد در واقع کد HTML هستش. حالا اینر تکست رو ما میخوایم با یک در واقع متد دیگه، متد تکست کانتنت بررسی کنیم، یک ویژگی به نام تکست کانتنت که در واقع اینها با هم دیگه عملکردشون به نوعی یکسان هست، اما یک سری تغییرات و در واقع تفاوت‌هایی در استفاده ازشون وجود داره. بریم با هم دیگه ببینیم که تفاوت‌هاشون به چه صورتی هستش. من VS کدم رو باز میکنم و توی دایرکتوری در واقع JS مید لولم یه دونه EP به نام EP 11 ایجاد میکنم و فایل هایی که حالا دارم رو هم میسازم، یه دونه app.js و یه دونه index.html. خب توی index.html هم من تمپلیت HTML5 رو میارم، این رو هم که EP 11 قرار میدم و در آخر هم اسکریپتم رو لینک میکنم. بریم با هم دیگه این جلسه رو شروع کنیم. من یک توضیح کوتاهی راجع به هر کدوم از اینها بدم که در واقع چه صورتی عمل میکنن. اینر تکست رو گفتیم دیگه، میاد محتوا یا اون متن در تگ رو به ما برمیگردونه که این محتوا یا تگ میتونه شامل متن باشه، میتونه شامل اون فاصله که شما قرار دادید باشه. تفاوت اصلیش که در واقع اون رو با تکست کانتنت یک جورایی متمایز میکنه این هستش که ویژگی تکست کانتنت میتونه برای ما محتوای تمامی تگ ها رو در واقع برگردونه و اگر مثلا میگم شما کد CSS داشته باشید میتونه اون محتوا رو برگردونه، اما زمانی که شما از در واقع اینر تکست استفاده میکنید برای اینکه حالا محتوای صفحتون رو برگردونید، نمیتونید محتوای دوتا در واقع تگ رو برگردونید. حالا اون دوتا تگ چیه؟ تگ های استایل و تگ های اسکریپت. یعنی چی نمیتونید محتوا رو برگردونید؟ الان با یک مثال این موضوع رو بررسی میکنیم. یک تفاوت دیگه هم که دارن این هستش که شما اگر یک محتوای درون صفحتون با استفاده از CSS مخفی شده باشه، یعنی چی مخفی شده باشه؟ یعنی که مثلا فرض کنید که یک تگ پی دارید و اومدید به این تگ پیتون گفتید که دیسپلی تو باشه در واقع نان، یعنی مخفی باشه، انگار که اصلا اون المنت وجود نداره. در همچین حالتی اگر شما از دستور اینر تکست استفاده کنید اون محتوا رو نمیتونید ببینید، یعنی محتوای تگتون رو بهتون بر نمیگردونه. اما زمانی که از تکست کانتنت استفاده کنید این قابلیت رو داره که محتوای مخفی شده رو هم به شما نمایش میده. خب بریم با هم دیگه ببینیم که در واقع این مثال هایی که زدیم و این توضیحاتی که دادیم به چه نحوی هستش. یک مثال خیلی خوب درون وبسایت موزیلا بود، بخش داکیومنتش که مربوط به JS میشد. من اون مثال رو میخوام استفاده کنم. فرض کنید که ما اینجا یک تگ پی داریم و درون این تگ پیمون یک تگ استایل قرار گرفته که میخوایم مثلا به این تگ پیمون بگیم که مثلا رنگت بشه رنگ قرمز، رنگ نوشته همون. من یک آیدی بهش میدم، آیدیش رو میذارم my tag یا my content میذارم
بله. و درون تگ استایل میگم که بیا آیدی در واقع مای کانتنت رو سلکت کن و ویژگیش رو در واقع ویژگی هایی که میخوایم رو بهش میدیم. میتونیم بگیم که کالرش مثلا رنگ رد باشه. حالا یه بک‌گراند هم میتونیم بهش بدیم، یه بک‌گراند کالر بهش بدیم رنگ بلو، یا مثلا اگر اون قرمز باشه میتونه رنگ مثلا ویت رو بگیره. یه دونه رنگ داریم اینجا، بله ویت. اوکی، من این رو بهش دادم این ویژگی رو و حالا میتونیم در واقع بیایم و یک سری مثلا استایل های دیگه هم براش تعریف کنیم، ولی خب ما به همین کفایت میکنیم چون میخوایم یک مثال خیلی ساده ازش بزنیم. این از تگ استایل ما که اینجا در واقع تگ ما بسته شده. حالا توی در واقع این تگ پی ما یه تگ اسپن هم داریم. من یک تگ اسپن هم ایجاد میکنم و این تگ اسپن آیدیش هستش در واقع secondary text، میتونه یا همون تکست باشه. یک تکست خیلی ساده میخوایم بهش بدیم. حالا مثلا اینجا من سلام خوبی رو قرار میدم و نکته که وجود داره اینه که من میخوام بیام و مثلا یک سری ویژگی ها هم بهش بدم. مثلا یک تگ بیار استفاده کنم که کاری که انجام میده چیه، میاد یک در واقع فاصله ایجاد میکنه. البته این تگ بیار شد، چرا این رو برگردونیم به اسپن. اینجا باید بیایم در واقع اون تگ بیارمون رو بزنیم. من این رو ببندم، یک تگ بیار مثلا من نیکول وب هستم، یه همچین چیزی. حالا متنش زیاد مهم نیست. خب یه دونه هم درون این تگ پیمون یه دونه متن داریم که این متن هم مجددا درون یک اسپن قرار گرفته با آیدی هیدن که من اینجا آیدی هیدن رو بهش میدم. من میخوام این اسپن هم دارای یک متنی باشه که توسط CSS مخفی شده. میام این رو می نویسم. فرض کنید که اینجا یه محتوایی داریم به نام I'm hidden و میخوایم که این متن در واقع مخفی بشه. You can't حالا مثلا see me. اوکی، برای این هم آیدی هیدن رو گذاشتیم. حالا میتونیم بیایم و در واقع این متن رو هم مخفی کنیم. توی همین بخش من از استفاده استایل استفاده میکنم و دیسپلی این رو روی نان قرار میدم. یک بررسی بکنیم. ما یه دونه تگ پی داریم که تمامی محتوامون رو شامل شده. درون تگ پیمون یک تگ استایل داریم که این تگ استایل ما در واقع شامل یک میشه گفتش که سلکشن آیدی مای کانتنت هست که اومده گفته که رنگ مای کانتنت رو، آیدی مای کانتنت رو قرمز قرار بده که خب طبیعتا رنگ نوشته قرمز میشه. و یه ویژگی بک‌گراند کالر هم داریم که رنگ وت رو برش قرار داریم. من اگر درست تلفظ کنم ویت یا وت، حالا این رو دیگه بزرگی خودتون ببخشید. توی خط بعد ما یک تگ اسپن داریم که اینجا آیدی تکست رو گرفته و درونش یک متن حالا سلام خوبی قرار گرفته و یک بی آر و بعد هم که اینجا من نیکول وب هستم رو اینجا مشاهده میکنید. بیایم یه علامت خنده هم بذاریم. البته این رو نمیدونم چجوری نشون داده خواهد شد. حالا این رو من اینجا قرار میدم. این تگ اسپن اینجا حالا بسته شده. بذارید من این رو کنسل کنم. این تگ اسپن اینجا بسته شده. یک تگ اسپن دیگه داریم که محتوای I'm hidden you can't see me توش قرار گرفته که دیسپلیش انواع نان هستش، یعنی به صورت پیش‌فرض توی کدهای HTML نباید این رو به ما نشون بده. خب این از محتوا و ساختار HTML مون. بریم سراغ کدهای JS مون. کاری که اول من میخوام بکنم این هستش که بیام در واقع این
پیم رو، این تگ پیم رو سلکت کنم و در یک متغیر قرار بدم. من اینجا یک وریبل میسازم که این وریبل میتونه نوع کانست باشه، نوع ثابت، که اسمش رو میذارم همون my content و این my content من برابر خواهد شد با در واقع متد document، object document و از متد get element by id استفاده میکنم و آیدیش رو اینجا قرار میدم که آیدیش my content بود دیگه. خب این از این. حالا ما این رو سلکت کردیم، بریم در واقع دو تا به اصطلاح تگ دیگر هم سلکت کنیم. من میخوام خروجی این محتوایی که نوشتم رو درون در واقع دو تا تگ نشون بدم. یه بار میخوام خروجی رو با استفاده از متد در واقع اینر تکست نشون بدم و بار دوم میخوام از دستور در واقع در واقع چی بود یادم رفت، دستور در واقع تکست کانتنت استفاده کنم، فراموش کرده بودم اسمشون رو. یک دیویژن داریم، این دیویژن my content هستش، در واقع اینر تکست، یه بار به دستور اینر تکست که آیدیش رو حالا اینر تکست میذارم. محتوای خب طبیعتا توش نخواهد داشت به خاطر اینکه ما می‌خوایم این رو با استفاده از JS پر کنیم و یه دیویژن هم داریم که در واقع آیدی تکست کانتنت رو داره. یک نکته راجع به این دستورات هم بگم که توی کدهای JS وقتی دارید تکست کانتنت رو می‌نویسید این سی حروف بزرگ هست، اینجا هم تکست در واقع تیش بزرگ هست، پس این نکته رو حتما رعایت کنید. البته خب چون بهتون ریکامند پیشنهاد میده، اون در واقع انتخابی که انجام میدید خودش کد رو به صورت درست براتون مینویسه، اما اگر خواستید که دستی این کار رو انجام بدید حواستون باشه که این تی و این سی در واقع حروفشون بزرگه. فکر میکنم بالای 50 بار من از کلمه در واقع استفاده کردم و جدیداً خیلی دارم این کلمه استفاده میکنم و بعد یه چاره براش در واقع در نظر بگیرم. می‌بینید که مجددا دوباره این کلمه استفاده کردم. خب بریم سراغ ادامه این جلسه. بیایم این تگ ها رو هم سلکت کنیم. آیدی اینر تکست رو من انتخاب میکنم، اینجا اسمش رو هم میذارم اینر تکست، دو تا تی میذارم که حالا دستوری به در واقع اشتباه نخوریم. document get element by id و آیدی که اینجا سلکت میکنم آیدی اینر تکست هستش و یک ثابت دیگه تعریف میکنم چون محتواش رو نمیخوام تغییر بدیم و اسم این متغیر رو هم تکست کانتنت میذارم و دو تا تی استفاده میکنم مجددا. اینجا باز میگم که document get element by id و آیدی تکست کانتنت رو اینجا سلکت میکنم. آیدیش رو بذارید سلکت کنم به این صورت. خب ما الان تگ هامون رو سلکت کردیم، اون تگ هایی که دلمون میخواد رو. حالا کاری که تنها باید انجام بدم اینه که بیام اینجا بگم که این دوتا تگی که دارم محتواشون در واقع بشه محتوایی که در واقع سلکت کردیم. ما الان اومدیم یک متغیر ساختیم به نام my content که شامل این تگ هست که این تگ یک تگ پی هست که شامل یک تگ استایل، اسپن و مجدد یک تگ اسپن هستش. خب بریم این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. من میام ابتدا اینر تکست هم رو سلکت میکنم، اینجا اینر تکست، متغیر اینر تکست و میگم که اینر HTMLش رو، محتوای درون تگ HTMLش رو مساوی اینجا my content رو استفاده میکنم و از متد text content هم استفاده میکنم. البته برای اینر تکست بعد از اینر تکست ابتدا استفاده کنیم. من اینر تکست رو مینویسم اینجا و همین دستور رو مجدد برای تکست کانتنت هم در نظر میگیرم. میگم
در واقع تکست کانتنت رو اینر HTMLش رو برام سلکت کن، محتوای درون HTMLش رو، و بیا این رو مساوی مقدار در واقع مای کانتنت من با استفاده از متد تکست کانتنت قرار بده. خیلی هم عالی. بریم حالا خروجی کار رو ببینیم. من index.html هم رو باز میکنم و اتفاقی که میفته اتفاق جالبی هستش. این رو بذارید ChatGPT هم باز بود. این رو بذارید یک بررسی کامل بکنیم. البته که اینجا اوکی، محتوای اول رو دقت کنید. بذارید من یک بیار بزنم بین اینها که توی خروجی از همدیگه جدا بشن. یه 3 تا بیار فکر میکنم کفایت کنه. خب محتوایی که اول برای من ایجاد شده محتوایی هستش که با استفاده از متد اینر تکست تولید شده. این در واقع متنی بود که ما داشتیم دیگه. این همون تگ پیمون هستش که یک بک‌گراند گرفته به رنگ کرمی و رنگش در واقع قرمز هست که اومدیم اینها رو تعریف کردیم. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که زمانی که اومدیم از اینر تکست استفاده کردیم، متد اینر تکست، اون متن رو برای ما برگردونده، اما محتوای در واقع تگ استایل رو به ما بر نگردونده و صرفاً شما دارید محتوا یا نوشته یا در واقع فاصله‌ای که قرار دادید، فاصله هم یه دونه بیشتر رو بهتون بر نمیگرده. این نکته هم توجه کنید. صرفاً اون مطالب رو برای ما برگردونده و اون محتوا رو برای ما برگردونده. اما توی متد تکست کانتنت، زمانی که شما از متد تکست کانتنت استفاده می‌کنید، از بالا همه اینها رو از این خط به بعد به عنوان یک تکست برای ما برگردونده. اگر دقت کنید اینجا مای کانتنت رو می‌بینید که محتوای درون تگ استایل هست، ویژگی‌ها، پراپرتی‌ها که قرار دادیم، و بعد از اون می‌بینید که متن من وجود داره که سلام خوبی من نیکول وب هستم هست، و در نهایت اون متنی که توسط در واقع تگ استایل هاید شده بود که اینجا میبینید دیگه. من یک تگ اسپند داشتم که درونش نوشته بودم I'm hidden you can't see me و دیسپلیش none بود. اما مشاهده میکنید که زمانی که از متد تکست کانتنت استفاده کردم این رو به من توی خروجی نشون میده، در صورتی که توی در واقع متد اینر تکست شما این خط رو مشاهده نمی کنید. پس ویژگی‌های مهمی که تکست کانتنت خودش رو از اینر تکست متمایز میکنه این هستش که یک، میتونه به ما محتوای تگ استایل و اسکریپت رو برگردونه. یعنی اگه شما کد JS هم بنویسید باز هم به صورت تکست به شما برمیگردونه. و اگر محتوای شما توسط CSS مخفی شده باشه، یعنی دیسپلی نان رو گرفته باشه، اینجا به شما نشون خواهد داد اون تکست رو. اما زمانی که از اینر تکست استفاده می کنید محتوای تگ های اسکریپت و استایل رو نمیتونید ببینید. همچنین یک نکته هم که هست گفتیم دیگه، اگر محتوای توسط CSS مخفی شده باشه اینر تکست برخلاف تکست کانتنت نمیتونه اون رو به ما نشون بده. امیدوارم که کامل متوجه ویژگی های این دستورات شده باشید. یک مثال خیلی ساده که توی وبسایت موزیلا بود و ما از اون استفاده کردیم تا در واقع این دوتا دستور رو بررسی کنیم. نکته دیگه راجع به این جلسه نمیمونه. راجع به اینر HTML هم که قبلا صحبت کرده بودیم. اگر مجدد حس میکنید که راجع به اینر HTML خوب در واقع اطلاعات ندارید، میتونید مراجعه کنید به قسمت مقدمه و معرفی دوره در واقع متوسط JS جاواسکریپت. JS جاواسکریپت چی شد؟
میتونید مراجعه کنید به قسمت اول و این قسمت رو هم در واقع ببینید. من لینکش رو توی دیسکریپشن حتما براتون قرار میدم و میتونید از اون محتوا هم استفاده کنید. البته فکر میکنم که اون قسمت رو طبیعتا دیدید که اومدید EP 11 هم رو دارید میبینید، چون هیچ کس نمیاد از EP 11 هم شروع کنه با آموزش دیدن مگر اینکه در واقع اسپسیفیک فقط بخواید راجع به این دوتا متد اطلاعات کسب کنید. در هر صورت امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره و یاد گرفته باشید. اگر سوالی داشتید توی قسمت کامنت حتما ازم بپرسید، خوشحال میشم که راهنماییتون کنم. یک راه دیگه هم اگر حس میکنید که نیاز به در ارسال کد یا تصویر دارید، میتونید از کانال تلگرام بخش دیسکریپشن به آیدی پشتیبانی در واقع پیام بدید و من اگر در واقع بتونم و در توانم باشه حتما راهنماییتون خواهم کرد و خوشحال میشم که در واقع مشکلتون برطرف بشه. تا دیدار دیگه شما رو خدا بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون.